شب 31 ماه سال 2023 کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سنگ یادگاری سر قبر محمد باقرов معروف به باقر، یکی از لیدرهای غیر رسمی اسم پرنفوذ در ولایت مختار کوهستان بدخشان را کنده با خود بردند. در این باره انوره سرکار و ژورنالیست مستقلی که اساساً حوادث بدخشان را پیگیری میکند خبر داد. سرکار و عکس‌های قبر باقر را پیش و بعد کندن سنگ یادگاریش نیز نشر کرده است. انوره سرکار و با تکیه به منابع معتمد خود خبر داد که ساعت 3 شب کارمندان امنیت به موضع امزه دشت در محله برخورو که باقر را در همین موضع به خاک سپاریدن آمده سنگ یادگاری را که در آن نام و عکس این لیدر غیر رسمی بدخشان حکاکی شده بود کنده با خود بردند. درباره این که وکای این سنگ یادگاری را در سر قبر باقر گذاشته بود چیزی گفته نشده است. مقامات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبرها درباره از جانب کارمندان آن کندن سنگ یادگاری سر قبر باقر و سبب‌های چنین تصمیم را تا کنون شرح ندادند. باقر یک سال پیش نیمه دوم روز 22 ماه سال 2022 به طور مرموز در محله باین شهر خاروخ کشته شد. طرفدارانش مطمئنند که او را نیروهای ویژه هدفمندانه از بین بردند، ولی مقامات تا کنون دست داشتن خود در قتل این لیدر سرکش را اعتراف نکردند و به این فرضیه اصرار می‌ورزند که گویا باقر در جریان یک اختلاف داخلی بین سرکردگان گروه‌های متشکل جنایی بدخشان کشته شده است. باقر را روز 23 ماه سال 2022 به خاک سپاریدند. خلیفه اسماعیلی مظفر دولتمیروف را که مراسم دفن باقر و دیگر لیدرهای کشته شده بدخشان را دایر کرده بود بعدم بازداشت و به 5 سال زندان محکوم کردند. رئیس سابق اداره ژکخ شهر خاروخ طاهر عبدالله‌بیکوف که آش خدایی باقر را داده بود نیز ماه نوامبر سال 2022 بازداشت و به 6.5 سال زندان محکوم شد. در عموم سال 2022 در جریان سرکوب اعتراضهای بدخشان بیش از 30 نفر کشته شده و بیش از 200 تن دیگر بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند.